موجه جدید تورم خوراکی‌ها در ایران. دلار رکورد تاریخی 131,000 تومان را ثبت کرد. قیمت سکه طلا تا 144 میلیون تومان افزایش یافت. خدا من تو چیزی خواستم. بابا از اول زندگیم فقط از این ماشینا دیدم. الان میخوام یه دونه سوار شم. میخوام یه دونه داشته باشم. گناهه؟ چیزی ازت کم میشه؟ میشنوی چی میگم؟ خدا به قرآن بچم قول دادم برای تو چرخه بقرم نتونستم. چشمات بوقمو ندادن 2 ماه بیکار شدم. زنم ول کرده رفته. بابا به خدا دیگه نمیتونم. خدا پولو به کیا میدی؟ ای خدا یعنی میشه ما یه روزی پشت این ماشینا بشینیم و دیگه پیاده نشیم؟ من جوونیم عمرم رفت. من دیگه خودم هم نمیشناسم. الان از چیزی ساختی راضی؟ تو کی هستی که تشخیص بدی چه چیزی واسه من